سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امیدوارم هر کجا که هستید روزتون پرسود و عالی باشه. امروز اومدیم دوتا از ترفندهای انفجار رو با هم تست کنیم و ببینیم که آیا میشه ازش استفاده کرد یا نه. تا اگه خوب باشه ازش استفاده کنید. یکی از ترفندامون برای کسایی که با ضریب پایین و مبلغ پایین بت میکنن و ریسک کم رو میپذیرن، و یه ترفند دیگه همون در مورد ضریب‌های بالا بت سنگین است برای کسایی که سنگین میخوان بازی کنن. پس بریم با هم توضیح بدیم این دوتا رو و یاد بدم که چطوری ازش استفاده کنید. اول بریم سراغ ترفندی که واسه کسایی که سبک بت میکنن و احتمال بردشون بیشتره، و بعدش بریم سراغ ریسک پذیری و بت ضریب بالا. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، کانال تلگرام حتما عضو بشید. رباتایی که تست میکنم اونجا میذارم. لینکش داخل دیسکریپشن و توضیحات ویدیو هستش و این بالا هم آیدیش براتون در طول ویدیو میاد. حتما داخل کانال تلگرام عضو بشید و سایتی هم که این ترفنده رو توش تست میکنم داخل دیسکریپشن هستش، میتونید شما تست کنید ببینید که میتونید ازش استفاده کنید یا نه. برید. خب بچه‌ها، ترفند اولمون که برای کسایی که بت سبک میکنن و دنبال ریسک کمن، قبلا هم خیلی توضیح دادم و بازی کردم. یه حالتیه که شما ضریب برداشت اتوماتیک رو میذارید روی 1.5 و مبلغتون به صورت پایه‌ای هستش، یعنی هر مقدار مبلغی که بکارید نصف اون رو سود میکنید. حالا این مبلغ بر اساس موجودی 500,000 تومان، مثلا 500,000 تومانی شما میتونه 10,000 تومان باشه، 15 باشه، 20 باشه یا 30 باشه. اینو بدونید که اگه بردید نصف مبلغی که کاشتید کلا سوده، یعنی هر دست که بت میکنید مثلا 20,000 تومان مبلغ پایتونه، هر دست که میبرید 10,000 تومان یا نصف مبلغ سوده. ولی اگه باختید شما باید پولتون رو 3 برابر کنید، یعنی اگه 10 تومن باشه باید بکنید 30,000 تومن و اگه دوباره باختید باید بکنید 90,000 تومن. ولی اگه بردید برمیگردونید روی حالت اولیه. بریم یه دست اینو با هم تست کنیم و بعد من براتون آروم آروم توضیح بدم که تو مبلغ کم بت کنید چطوریه، تو مبلغ بیشتر بت کنید چطوریه. بعدش میریم سراغ ترفند دوم. نگاه کنید، من الان 15 تومن کاشته بودم روی ضریب 1.5 و اصلا مهم نیست که توی این ترفند کجای بازی وارد بازی بشید، چه تو تخریج چه تو سود، هیچ مهم نیست. مهم اینه که شما هر دست پشت سر هم بت میکنید و اصلا لازم نیست من بگم که نه این دست رو بت نکنید، بذار چند دست بگذره. هر دست بت میکنید و به نظر من یه مبلغی واسه خودتون در نظر بگیرید، مثلا 500,000 تومان. وقتی رسیدید دیگه باز نکنید و برید بعداً بازی کنید. این کار سودش براتون کمه ولی به صورت پیوسته است. ممکنه یه مقدار خسته بشید و بگید که نه مبلغو بیشتر کنم، ولی نه، با احتیاط و آروم بازی کنید. نگاه کنید، من الان 2 دست 15,000 تومان بت کردم، هر دست 7.5 بردم. حالا من اینو یه بار با 15 انجام میدم، یه بار با 30 انجام میدم که کلا ببینید که سودتون توی چند دقیقه چطوری هستش اگه بازی قطع نشه. خب بچه‌ها، بریم دوباره سراغ 15,000 تومان. ببینید من 15,000 تومان رو گذاشتم، همین اول کارم باختم. ضرب در 3 میکنم میشه 45,000 تومان. فقط سریع مبلغاتون رو بکارید که تو وقت کم نیارید، چون هر دست باید بت کنید. ممکنه دوتا 1.40 بیاد، سومی که شما باید بت میکردید ببرید که نتونستید بت کنید. نگاه کنید، من الان بردم، دوباره مبلغ رو برمیگردونم. حالا آخر کار بهتون توضیح میدم که چقدر بردم. دست اول من اصلا باختم، 15 باختم، ولی دست دوم 3 برابر کردم بردم، 22 تومن سود کردم، 15 تومنم جبران شد، دوباره 7.5 بردم، یعنی دوباره نصف همون پولی که گذاشته بودم. مهم نیست که شما کجا ببرید. این وی پی ها پدر آدم رو در میاره. اصلا الان نتونستم بت کنم به عنوان مثال و قرار بود ببرم. حالا بریم دوباره بررسی کنیم بعد این دست. نگاه کنید، تو این ترفند هر چقدر شما همون اول کار ببرید به نفعتونه. یعنی همون اول کار که مثلا 15 تومن کاشتید، اگه ببرید 7.5 سود میکنید. خب یه چیز طبیعیه. ولی اگه ببازید این مجبورید مبلغتون 3 برابر کنید، ریسکتون هم میره بالا. ولی ببرید اگه مثلا 200 تومن هم بکارید ببرید، دوباره همون 7.5 سود میکنید، چون قبلا باختید. اون مبلغ اول جبران میشه، بعد سودتون میاد. نگاه کنید الان دوباره
برمیگردونه روی 15. الان من دوباره 45 بود، 15 رو باخته بودم، 22 بردم، 15 جبران شد که باخته بودم، دوباره 7.5 اومد روش. هی 7.5 سود میکنید. نکنید الان دوباره 7.5 سود شد، 15 بود. همونو دوباره میکنم تا موقعی که ببازم. یه ترفند آسون کاربردی با سود متداول که اگه حوصله داشته باشید واسه کسایی که میخوان فقط یه مبلغی رو ببرم، مثلا 500 تومن تا برداشت بزنن، خوبه. الان من یه دستم تست کنم، دوباره برم روی یه پول دیگه مثلا 30,000 تومن بت کنم که ببینید چطوریه. چون ضریب 1.5 یه ضریبیه که اکثرا میاد، واسه همین باعث میشه که شما اکثر مواقع بتونید ببرید. دوباره من بتمو انجام میدم، همون 1.5 بردم. ببینید 2 تا 15 تومن بردم که میشه 7.5 هر دست 7.5. خب ببینید دوباره اگه موجودیتون بسیار مثلا خوب باشه، بالا باشه، میتونید بدون ریسک این بازی رو انجام بدید، چون هر دست که میبرید مبلغتون رو 3 برابر میکنید مثل مارتینگل. ولی خب اونم بازم ریسک خودشو داره، هیچ ترفند 100% وجود نداره، هیچ ربات تشخیص ضریب دقیقی وجود نداره. گول کلاهبردارا رو نخورید و نذارید ازتون سوء استفاده کنم. من توی ویدیو جداگانه توضیح میدم که بعضیا میان یه سری ویدیو میفرستن وای این درست، نگاه کن فلان بهمان، اون همشون ترفند دارن. نگاه کن همینطوری ببرید به نفعتونه، یعنی همون با 15,000 تومن یا مبلغ اولیه که کاشید ببرید به نفعتونه. خب نگاه کنید الان باختم، پولم رو دوباره میکنم 45,000 تومن. اگه باختم میشه چقدر؟ 90 اونم 45 135. بهتره مثلا با عدد روند بازی کنید، یا 10,000 تومن یا 20,000 تومن یا 30,000 تومن. بردم دوباره برمیگردونم روی، حالا دیگه اینو برگردونم روی مثلا 30,000 تومن بکنیم. 30,000 تومن اگه بردیم هر دست 15,000 تومن سود میکنیم و اگه باختیم مبلغمون میکنیم 90,000 تومن و اگه باختیم میکنیم چقدر؟ 3 تا 27 تا 270,000 تومن. بریم سراغ 1.5مون. خب نگاه کنید الان باختم، پولتون رو سریع بکنید که جان نمونید. خب بریم سراغ 90,000 تومن. خب ببینید 90,000 تومن رو بردم، 45 تومن سود داد. هم 30,000 تومنی که باختیم جبران شد، هم 15 تومن سود. دوباره برمیگردیم روی 30,000 تومن. ترفند رو بازی کنید و اگه براتون کاربردی بود و واقعا خوب بود و تونستید ازش سود بگیرید، حتما توی کامنت ها بگید که آقا مثلا ایرادش این بود یا خوبیش این بود. حتما داخل کامنت ها بگید. 33 اومد. بریم سراغ ضریب بعدی که بردیم 15,000 تومن سود. دوباره بریم واسه 30,000 تومن بعدی. هر چقدر که میبینید دستتون اومده که هر چقدر تا همون مبلغ اولیه ببرید به نفعتونه. اگه به بازی هی مجبور میشید مبلغتون 3 برابر کنید، یه مقدار به صورت ریسکی میشه. خب دوباره میذاریم روی حالت 1.5. اینم از این. اصلا نمیدونم تا الان چقدر سود کردم، ولی خب یه چیز نرمالیه که میتونید 1-2 ساعت بازی کنید و 500,000 تومنتون رو برداشت بزنید. دوباره 1.5 اومد. دوباره بتمو انجام میدم، یه دستم بزنیم تا موقعی که بیاد، بعد بریم سراغ ترفند دوم. خب الان دوباره باختیم. باید بکنم سریع 90.
نمیدونم چرا میزنم هی دیر دام میکنین. خب دوباره 45 تومن بردم و به همین ترتیب اگه بردید دوباره برگردونید توی مبلغ اولیتون. حالا بر اساس موجودیتون میتونید خودتون با 10 5 15 20 25 30 ولی تا همون 30 40 بازی کنید دیگه. بیشتر از اون هی مبلغ مثلا بیاید 50 بکارید، دست دوم باید 150 بکارید، سومی باید 450 بکارید. این مقدار میره بالا، برای موجودی های بالا خوبه. خب بریم سراغ ترفند دوممون. ترفند دوممون به این صورت است که شما منتظر میمونید یه ضریب به بالای 2 بیاد. حالا بالای 2 بودنش مهم نیست تا چقدر، فقط بالای 2. بعدش منتظر میمونید 4 یا بیشتر تا ضریب قرمز بده و ضریب قرمزمون باید زیر 1.5 باشه حتما. بعدش دوباره یه ضریب بالای 2 بده. بعد شما بتتون انجام میدید، یعنی به این صورته که یه ضریب بالای 2 سبز، 4 تا یا بیشتر ضریب قرمز زیر 1.5 و بعدش دوباره یه ضریب سبز بالای 2. شما ضریب بعدی رو بت میکنید و یه عدد بالا میاد معمولا. حالا بستگی به خودتون داره، 2 میخواید بردارید، 3 میخواید بردارید، 4 5 میره بالا، ولی خب معلوم نیست، ممکنه 2 باشه، ممکنه 5 باشه، ممکنه تا 50 هم بره. بستگی به ریسک خودتون داره، ولی یه ضریب سبزه. بریم با هم تست کنیم و ببینیم که چطوریه. خب بچه شرایط اینجا فراهمه واسه انجام ترفند. نگاه کنید یه ضریب 13 اومده و پشت سرش 4 تا ضریب قرمز اومده که هر 4 تاش زیر 1.5 و الان هم یه دونه اومد 5 تا. توی این شرایط هر چقدر قرمزا بیشتر باشه احتمال اومدن ترفند بسیار زیاده و اینکه این قرمزا هر چقدر زیر 1.5 باشه اون همه بهتره. الان نگاه کنید 5 تا زیر 1.5 اومده، این هم شد 6 تا. البته این یه دونه بالای 1.5 ولی اوکیه و الان منتظر میمونیم. دیگه داره میره رو حالت تخریب، ولی خب ما منتظر اون یه ضریبی که قرار بالای 2 بیاد میمونیم و بعدش بتمون رو انجام میدیم که فکر کنم الانم اومد، رفت بالای 2. خب ما بتمون رو انجام میدیم. حالا من همون 2 ضریب اتوماتو گذاشتم، ولی بازم میگم میتونید شما 2.5 بذارید، 3 بذارید یا 4، بستگی به خودتون داره. الان 4.32 اومد، همه چی شرایط فراهمه. 5 تا 6 تا قرمز، 2 تا سبز بالای 2. خب ما بتمون رو انجام میدیم همون ضریب 2 که ببینیم میره بالا یا نه. خب اینم رفت، 2 بسته شد. حالا ببینیم که تا کی میره بالا. خب رفت تا 3.84. نگاه کنید یه ضریب سبز بالا میده که خیلی به دردتون میخوره. خب بچه دوباره نگاه کنید یه ضریب 2.14 اومده، 3 تا ضریب قرمز زیر 1.5 که 2 تاش هم صفره، بعدش هم یه 2.40. من دوباره بت میکنم اینجا به جای 4 تا 3 تا اومده، یعنی 3 تا به بالا این کار رو انجام بدید، یعنی از 3 تا یا بیشتر قرمز باید بیاد. نگاه کنید من الان دوباره 2 برداشتم و زدم و میره. حالا تا چند بره رفت دیگه، بستگی به خودتون داشت. میتونید تا 3 4 هم ببندید، ولی من همون 2 بستم که فقط نشون بدم که چطوری این کار رو انجام بدید. خب بچه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. اینم که رفت تا بالای 10 و 87.